این ویدیو رو با دقت ببین چقدر وقتی بک تست میگیری کندلا رو راحت میبینی و اون نتیجه‌ای که میخوای ببینی و خیلی واضح و شفاف روی نمودار میبینی. ولی اینطوری نیست. وقتی توی لایو مارکت میشینی پای سیستم، احساساتت خیلی درگیر میشه. وقتی یه معامله رو باز میکنیم، دقیقا توی این ویدیو داری میبینی که کندلا چجوری شکل میگیرن، میاد به سمت حد ضررت. کندلای دوجی ضعیف میبینی، احساس میکنی میخواد بیاد استاپتو بزنه. اینجور موقع خیلی احساساتتو درگیر میکنه. همش میترسی معامله رو ببندم، توی سود کمیه، میگی همینم بسته بذار ببندم، ریسفیری کنم، استاپمو جا به جا کنم. به خاطر همین اینجور موقع باید بلند شی از پای سیستم. وقتی که میبینی قیمت انقدر داره بازی میکنه یا احساساتت درگیر کرده، بلند شو یه دوری بزن، یه رو 20 دقیقه بعدش بیا ببین نتیجه معاملت چی شده. پس بک تست گرفتن یه موقعی خیلی راحته. تو مثلا میای 20 تا بک تست میگیری، میبینی طبق استراتژیت همش سود شده. ولی همون استراتژی توی لایو وقتی اجراش میکنی، میبینی چقدر اذیتت میکنه، چقدر احساسات درگیر میشه. اصلا نمیتونی اون تمرکزی که روی اون معامله داشته باشی و اصلا اجراش کنی. به خاطر همین من سعی کردم این پیج رو بزنم. خیلی نکات ریز و ساده ای رو میخوام بهت بگم که با کنار هم گذاشتنش یه معامله‌گر خوب باشه، یه نتیجه خوب بگیره. خیلی ساده و شفاف هم میخوام بگم، خیلی پیچیدش نکنم برات. پس سعی کن از پیجم حمایت کنی. منم ویدیوهای بهتری رو برات میذارم و پستای خیلی خوبی رو میذارم که خیلی نکات مهمی توشه. حتما فقط خواستم این ویدیو رو ببینی. سعی کن زیاد بک تست نگیری. وقتی 100 تا بک تست گرفتی دیدی استراتژی جواب میده، بیا توی لایو بازار انقدر تکرارش کن و بهترش کن. حتی اگه برایند خوبی هم نداشت برات، اونو هی ایراداشو بنویس، تکرارش کن، خودت کم کم میفهمی باید چی کار کنی. حالا این ویدیو اول بود، سعی میکنم خیلی نکات خوبی هم توی پست هم توی استوریا بهت بگم.